أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. بینندگان گرانقدر تلویزیون جهانی یک، دوستداران برنامه فطر، سلام و درود خدمت شما عزیزان، شما خوبانی که بیننده برنامه ما از طریق برنامه فطر هستید. دهه سوم ماه مبارک رمضان هست. خدا کند که ما شما در این دهه بتانیم مورد آمرزش الله تبارک و تعالی قرار بگیریم و از عذاب جهنم دور شیم. ما با خود در برنامه محترم انجینر گل‌آقا شیرزاد، مسئول بنیاد خیری و پیشتاز با خود داریم. انجینر صاحب خوش آمدین. خوش باشین، بخیر باشین. تشکر از اینکه ما را دعوت نمودین. ما هم سلام تقدیم میکنم به تمام بیننده های شبکه جهانی تلویزیون یک. امید که همشان خوب و صحتمند باشن و ماه مبارک رمضان تا به عید هم بخیر سپری نبوده باشن و این دهه سوم که یک دهه پر از برکت می باشد به خوبی و خوشی سپری کنند، طاعت و عبادتش قبول درگاه حق باشد. بسیار زیبا. انجینر صاحب، در نخست قبل از اینکه در رابطه به بنیاد سوالات داشته باشیم و فعالیت ها و کارگرهایتان سوالات داشته باشیم، رمضان با شما چگونه می باشه؟ رمضان خو یک ماه پر از برکت، یک ماه آشتی با خداوند، یک ماه پر از فضیلت می باشه و امسال که از رمضان بسیار خوب است و خوب بگذره. بسیار خوب. انجینر صاحب، زمانی که شما بنیاد را آغاز کردین، چی چیز سبب شد و علت اساسی چی بود که باید شما یک بنیاد خیریه داشته باشین تا خیررسان برای انسانیت باشین؟ بله، سوال خوب است. ما قبلا هم در بسیار ارگان های دیگه وظیفه اجرا میکردم و همیشه شوق می بود، آرزوی می بود که یک روز باشه که من بتانم دست یک فقیر بگیرم، در لبای یک فقیر لبخند بیارم. و می خاطر ما که با خود فکر کردم که بهترین راهش همی است که یک بنیاد بسازم، چون همی از طریق رسمی پیش برم، یک بنیاد در وزارت محترم عدلیه ثبت کنیم و کارمند داشته باشم و بنیاد ایجاد کنم و با همین طریق به هموطنان عزیزم که فقیر و بی‌بضاعت هستند، که بدبختانه در افغانستان ما بسیار فقیرها را داریم، بسیار مشکلات دارن، و با اینا از همین طریق بنیاد خدمت داشته باشم و باعث لبخند در لبای اینها شوم. بسیار زیبا. انجینر صاحب، فقر معنوی خطرناکتر هست یا فقر مادی؟ فقر در مجموع هر قسم فقر که باشه مشکل ساز است و خوبتر نیست. خداوند ما شما را از هر قسم فقر نجات بده و فقر معنوی بسیار به نظر ما یک فقر خوبتر نیست، چون یک نفر که هر قدر پول داشته باشه، یک ذهنیت خوب نداشته باشه، یک ایدئای خوب نداشته باشه، هموز دچار فقر می باشه و زندگی خود به خوبی پیش بردن نمیتونه و پلان و منیجمنت زندگی خود خوب کردن نمیتونه. مثل که ما شما نمونه هایش غیر مسلمان ها را داریم. بله. که هیچ آرامش ندارن، ولی عکسش اگر یک بیچاره و فقیر مسلمان را ما شما میبینیم، زمانی که یک لقمه نان برش میرسه باز میگه بعدیش هم الله مهربان ذات است، پس معلوم است که احساس آرامش میکنه. ولی غیر مسلمان همیش در از نگاه مادی یعنی بسیار پیش است، اما خوش نیست، آرام نیست، آرامش ندارن، آرامش درونی ندارن. چون ارتباط خود را به اللهی که پیدا کننده تمام جهان هست و قرار نکردن. و می خاطر ما قسمی که میبینیم کشورهای اروپایی یا امریکایی را که سروی میکنن و میبینن که زیادی از مردم، یعنی فیصدی به نهایت زیاد، امروز دست به خودکشی های میزنن که به تنگ آمدن از این دنیا و علت اساسیش پس معلوم است که همی فقر معنوی هست. الله را قبول ندارن. انجینر صاحب، میاییم در رابطه به بنیاد خیری شما که چه زمان شروع کردین و چطور تانستین که امروز سر پای خود استاد شوین و حتی امروز رسمیت داشته باشه بنیادتان در دولت هم؟ سوال خوب است. ما قبلا هم پیش از اینکه ما بنیاد ایجاد کنیم به رسمی ما کمک‌های داشتیم، اما بعضی وقت یک مشکل پیش می آمد، چون غیر رسمی خدمات ارائه میکردیم، ما یک رسمی نبودیم. به همین خاطر ما تقریبا یک 7 ماه پیش بنیاد خود رسمی در ثبت وزارت عدلیه با شماره 221 ثبت کردیم و 7 ماه میشه که ما فعالیت رسمی داریم به نام بنیاد خیریه پیشتاز و ثبت راجستر است. قبل از اینکه غیر رسمی کمک ها را میکردین، این کمک هایتان چی بود؟ در کدام بخش شما کمک میکردین؟ قبلا هم زیادتر از ما مواد غذایی بود و همچنان بعضی افراد بی‌بضاعت فقیر ما پانتون برای میکردیم. چقدر زیبا. امی اطفالشون به مکتب مینداختیم، فیسشون تحویل میکردیم.
خب بعضی مشکلات خودم می داشت. چطور این مردم یا اشخاص شما پیدا میکردین، خصوصا کسایی که به وضاحت باشه و جوانایی که میخواین که به ادامه تحصیل برن، ادامه تحصیل داشته باشن، در پانتونا برن، درس خود را به پیش ببرن، و یا افراد اشخاص دیگری که در مکتب شما را شامل میکردین، چطوری را پیدا میکردین، از کیها کمک میگرفتین؟ بله، ما به ادامه سوال قبلی، بعد از او که ما بنیاد خود ثبت راجستر کردیم، ما به 4 هدف یا 4 فعالیت ما انجام میدیم که یکی در بخش صحی می باشه، در بخش تعلیم و تربیه می باشه و همچنان در بخش خدمات عامل منفعه خدمات ارائه میکنیم و بخش چهارم ما کس ایجاد تجارت های کوچک می باشه. و ای که ما چه قسم می افراد شناسایی میکنیم، ما یک تیم سروی داریم که اونها وقتی که ما افراد شناسایی میکنیم یا کسی با ما راپور میده یا همین دونرایی که ما داریم بعضی وقت یک لیسترایی میکنه که مثال اینی به وضاحت از شما یک بار ببینینش. تیم سروی ما میره از خانه از اینیا دیدن میکنه، ما زندگیشون هم ما یک فرم سروی داریم، خانه پوری میکنن و هم اونها پیش خود معیارات دارن که با کدام معیار ما باید قبول کنیم. بعد از او دفتر آمده و میگن که این مستحق بود یا نبود. بسیار زیبا. دونرایتان افغانا هستن یا دونرای خارجی دارین که شما را کمک میکنه تا به هم نوعتان کمک بکنید؟ هستن افراد خیر در داخل کشور هم هستن که آنها حمایت داشته باشن و زیادتر ما دونرای خارجی هستن. بسیار زیبا. همگیشان یعنی افغان هستن؟ افغان مسلمان هستن. بله افغان هستن. بله. انجینر صاحب، در 4 بخش شما الحمدلله فعالیت دارین. بله. بخش صحی که حیات انسان هست. بله. و دکتر صاحبای هم که زیادتری اوقات ما به ایشان روبرو میشم و صحبت داشته می باشم و دوستایم هستن و تعداد زیادشان که می بینم، واقعا عمل کردشان شامل حال همو آیت از قرآن کریم میشه که و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. هر کسی که یک انسان را حیات ببخشد گویا که کل روی کره زمین را حیات بخشیدگی هست. در بخش صحی چی کمکار شما به مردم میکنین؟ کدام کلینیک دارین، شفاخانه دارین، یا مردمی که یا افراد اشخاصی که به مریضی مبتلا می باشن شما او را میگیرین به یک شفاخانه معرفی میکنین یا به کدام شفاخانه شما قرارداد دارین؟ چه قسم؟ ما افراد داریم، نفر داریم، به خاطر که با شفاخانه قرارداد به این خاطر نداریم، به خاطر که مراجعین ما از ساحات مختلف می باشه، رساندنشان و چی. با مو خاطر تیم سروی ما وقتی که به خانه ها میرن و سروی میکنن از هر نگاه، از نگاه مواد غذایی و مریضی که میبینن و یا اطفال که مکتب نمیرن، ما یک سروی دسته جمعی میکنیم. اگر اطفالشون مثال با شامل مکتب میسازیم، مریض داشته باشن، با اونها امو چیشون پرسان میکنیم که چقدر بالای خود دوایی کردن و چه پیش دکتر رفتن و بالاخره چی شده. امو در قسمت خریداری ادویه و همچنان بعضی هفته میبریم پیش دکترها، امو نزدیکشون که باشه و یا بعضی مریضاست که خودشون یک دکتر مشخص دارن که فلان کی دکتر با زیر تداویش ما هستم، پیش از امو میبریم چقدر مصارف که میایم ما برش پرداخت میکنیم. بسیار زیبا. آیا تا فعلا کدام دکتر صاحب و شما همکار هسته که گفته باشه که هر مریضتان شما در بنیاد داشتین و ما معرفی بکنین و ما او را رایگان برش نسخه نوشته میکنم و رایگان او را معاینه میکنم؟ آیا تا فعلا چنین چیزی با چنین موضوعی برخوردین یا خیر؟ بدبختانه که نه خیر. ما خاطر که ما قبلا هم گفتم ما قرارداد نداریم، ما پیش دکترها که میبریم اونها با یک بار سال شاید ما مریض خود همراهشون ببریم، خب با یک شفاخانه مشخص ما انتقال نمیتیم که اونها همراه ما همکاری هم دائمی داشته باشن. ولی ما از طریق برنامه فطر از دکتر صاحبای خود خواهش میکنیم که به بنیادهایی که بخش صحی دارن چیزی با هسته که بنیادها به دکتر صاحبا مراجعه بکنن، علل خصوص به مرکز عمومیشون که تجمع دکتران هسته، تا دکتر صاحبایی که اگر میخواهند این کار رضاکارانه شریک شوند و به هم نوع خود کمک بکنن و حیات بخش برشان شوه، تا شما هم یک اندازه بتانین که در بخش دیگه ای که مثال گرفتن ادویه هسته شما پول را بپردازین، ولی از معاینه و معاینه‌ای که صورت میگیره و معایناتی که تنها یک معاینه نه، میشه یک مریض به چندین معاینه ضرورت داشته باشه و شما را کمک بکنه. بسیار خوب میشه وقتی که اگر همراه ما هم قسم دکتر صاحبای محترم همکاری داشته باشند در این بخش، ما میتونیم با مریضای بیشتر رسیدگی کنیم و خدمات خود وسیع‌تر بسازیم. بسیار زیبا، در کارتون برکت باشد. ان شاء الله که بخش صحی و بخش حیات انسان هست، ان شاء الله که معلوم است چون مسلمان
در دو بعد کار میکنه، هم بعد دنیا و هم بعد آخرت. تنها ما گهگاهی میشنویم که افراد اشخاص میگن که مسلمان میگه که تنها آخرت ما، اگر دنیای ما بهتر و خوب باشه معلوم است که آخرت ما را هم ان شاء الله الله بهتر و خوب میگردانه. و ما در دعا میخوانیم که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا را اول میگیم یا الله خوب بگردان، بهتر بگردان، خوب بگردان. الله شما را برکت بده و هم پاداش دنیا نصیب بگردانه و هم پاداش آخرت. عزیزان و دوستداران برنامه، ما شما در دهه سوم از ماه مبارک رمضان قرار داریم. دکتر انجینر صاحب را با خود داریم که در بخش‌های مختلف بنیادشان فعالیت دارن و کمک رسانی دارن. بخش دوم را که بخش بسیار مهم هست که بخش تعلیم و تربیه هست. جایگاه علم را و جایگاه ارزش علم را ما شما در قرآن کریم میخوانیم که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کسایی که علم دارن، کسایی که علم را یاد میگیرن و علم را با خود دارن، برابر نیست با کسایی که علم را یاد ندارن. که چی زیباست هر کدام ما و شما در بخش تعلیم و تربیه دست و پاچه بالا بکنیم و دست بر بزنیم، چون قسمی که میفهمیم معارف ما کلید طلایی پیشرفت و ترقی یک کشور هست. ما زمانی که یک معارف خوب و بهتر و کاملتر داشته باشیم و سازگاریش با حتی با کشورهای همسایه باشه، انشاءالله یک کشور مترقی خواهد داشتیم. میشنیم انجینر صاحب از شما که در رابطه با بخش تعلیم و تربیه هم شما فعالیت دارین. فعالیت های تعلیم تربیتون چی هست؟ بله، تعلیم تربیه ما یک خمیز کمی اطفال به وضاحت ما مکاتب رای میکنیم، قرطاسی باب کان ها ضرورت داره برایشان خریداری میکنیم، فیس مکاتبشون پرداخت میکنیم و در پهلوی از اون ما به بعض مکاتب دولتی، چون دولت زیادتر رسیدگی کردن نمیتونه و مکاتب دوردست ولسوالی ها ما با هزارها جلد کتاب نظر به ضرورت هر مکاتب جلد کتاب تهیه میکنیم و در پهلوی از او در بخش ساخت و ساز و مکتب ما تعمیرشون که کدام خسارات دیده باشه، رنگ باشه یا مشکلات ساختمانی داشته باشه، ما همکاری داشته باشه. حتما ان شاء الله، چون ما هم معلم هستیم، شما را بخیر در مکتب خواد داشتیم و ما با شما یک جا یک تیم کاری که چگونه ما بتونیم امروز در بخشایی که بسیار مهم هست فعالیت خود داشته باشیم. تا فعلا چه تعدادی از اطفال و نوجوانان را شما تانستین معرفی به مکاتب بکنید؟ ما به مکاتب بالاتر از 500 نفر شاگرد ما معرفی کردیم و همچنان به بالاتر از 10,000 جلد کتاب ما خریداری کردیم در می وقت کم و همچنان در بخش ساختمانی ما 10 مکتب ما در بخش ایجاد ساختمان کمک داشتیم. انجینر صاحب در بخش ساختمانی اشاره کرده که واقعا کشور ما اشد ضرورت در بخش ساختمانی داره. چی ساختمان اسکلت جامعه ما هست و چی ساختمان اساسی که عبارت از یادگیری علم معاصر امروزی هست که جهان به آنجا رسیده. زمانی که شما این مکتبا را با او کمک میکنین و ساختمان جور میکنین، بعد دوباره در بخش کمک رسانی از مواد ممد درسی شما آیا کمک میکنین یا خیر؟ کمک میکنیم. ما با مکاتب که ما رسیدگی میکنیم اول با همون حوزه تعلیمی آمریت معارفش ما گپ میزنیم که کدام مکتب در کدام عرصه مشکل داره. آنها همون لیستی که با ما تهیه میکنن یا جور میکنن که فلان که مکتب مثلا دینی بخش، در بخش ساختمان، در بخش خرید کتب و در بخش قرطاسی باب ضرورت داره ما نظر به مو لیست همکاری داشته ایم. بسیار زیبا. برخورد مردم با شما چگونه زمانی که فعالیت اساسی و تهدابی را به یک کشور میکنین و به وطن ما و به محل و قریه میکنین، برخورد مردم با شما چگونه می باشه؟ ماشاءالله برخورد مردم بسیار خوب است، ما راضی هستیم. واقعا مردم ما اگر برش خدمت شون بسیار خوش می باشن و واقعا خدمت به مردم بی وضاحت ما که میرم در اطراف میبینم واقعا یک احساس بسیار خوب داره. بله انجینر صاحب، تنها با ماشاءالله گفتن شما را تشویق میکنن یا گهگه به جای روبرو شدین که وکیل گذر یا ملک قریه یا تجار قریه هم با شما دست یکی کرده و یک کار خیر انجام داده باشید؟ نه، حتی در بخش کاریگری همراه ما همکاری داشته ایم باشند، در بخش که همکارای صاحبی ما هستند، در بخش غذایشون چیشون همکاری همه جانبه داشته ایم باشند. واقعا چیزی که ما خواستیم به ما میکنن. بله. چی خواهش دارین از تجار بزرگ ما که شما کارهای خیر و کارهای تهداب سازی را انجام میتین؟
از تجار بزرگ ما چی خواهش دارین که چگونه با شما همکاری داشته باشه تا این فعالیت‌هایتان و این کارهایتان که کشور ما واقعا به این ضرورت داره که هم دیگه زیادتر شود و بزرگتر شود. خواهش ما از تمام تجارا، حاجی صاحبا و برادران خیر مایی است که بیاین دست به دست هم بتیم، همدیگر را کمک کنیم تا مثال امی یک منبع که پیشتاز پل ارتباطی میان شما و نیازمندا می باشه ما را حمایت نمایید، ما انشالله کمک های شما را به مستفیدینش میرسانیم و ما کمک های شما را میرسانیم به مستفیدینش و هرگز کس دیگه با ما شما کشور ما را جور نمیکنه، هرگز خود ما دست به دست هم نتیم و واقعا افراد را که ما میبینیم، ما سروی امیال با هزارها فامیل ثبت داریم، واقعا به کمک ضرورت دارن که باید برشون رسیدگی شود. انجینر صاحب، معلوم است زمانی که آدم یک کار انجام میتد به مشکلات روبرو میشد و هیچ کسی نیست که از خود کامل باشه. زمانی که به مشکل مواجه شدین معلوم زیاد بوده باشه، ولی امو مشکلی که یا امو چالشی که در پیشوی شما آمده بوده باشه که همیشه شما را زنگ خطر به شما هست، کدام بوده؟ قبلا وقتی که ما رسمی فعالیت نداشتیم بعضی مشکلات بود که مثال در ساحه می رفتیم با مشکلات روبرو می شدیم که مثال از طرف کی آمدی و چی فعالیت میکنی، مردم کم شک میکرد و وقتی که ما جواز گرفتیم الحمدلله ما با کدام مشکل زیادتر روبرو نشدیم. بعضی مشکلات خرد است که همکارا حلش میکنه و در این بخش تشکری میکنم از تمام کارمندان دولت، چی امنیتی می باشن و چی افراد ملکی، واقعا با ما همکاری همه جانبه داشته باشن. انجینر صاحب، در ماه مبارک رمضان خصوصا در بخش تعلیم و تربیت و یا در بخش کمک دهی که بخش صحی بوده چقدر فعالیت ها داشتین؟ قسمی که دیده میشه زیاد از هموطنان ما خصوصا در خارج هستن زیادتر کمک میکنن و کوشش میکنن در ماه مبارک رمضان، چون در ماه مبارک رمضان یک عمل نفلی پاداش فرض داده میشه و کوششون به این میباشه تا زیادتر کمک مالی بکنن و کمک های خود انجام بدن. شما چه فعالیت ها داشتین و چقدر کمک کردین؟ در ماه مبارک رمضان ما در 5 برنامه فعالیت میکنیم که زیادتر در رسیدگی به افراد بی بضاعت. از برنامه اول ما که از برنامه توزیع مواد غذایی است و که ما ماهانه توزیع داریم و هفته‌وار با فامیل های بی بضاعت توزیع مواد غذایی میکنیم که 8 قلم 9 قلم مواد غذایی میباشه توزیع داریم و همچنان در پهلوی از او توزیع نان خشک است که روزانه ما در موقعیت های مختلف ولایت کابل با نانبایی ها قرارداد داریم. اما افراد خانواده های بی سرپرست که هستن و فقیر که هستن ما اونها را لیست گرفتیم و کارت برشون دادیم که 30 روز رمضان از این نانبایی ها آنها به اندازه فامیل که هستن با فی نفر نان خشک توزیع میکنن. در پهلوی از اینکه ما روزانه 4000 نان از طریق نانبایی ها در شهر کابل توزیع میشه، ما روزانه همکارای ما 1000 قرص نان از طریق موتر به افراد بی بضاعت که نمیتونن به نانبایی های ما رسیدگی کنن با اونها توزیع داریم. و همچنان برنامه سوم ما توزیع مواد ایدیس یا میوه خشک که میگیم و همچنان امرا با یک اندازه پول نقد از با کسایی که آنها از ناحیه پای معیوب هستند، قطع شده پایشان که انشالله در می روزهای نزدیک ما توزیع داشته باشیم، شما شاهدش باید بودین. در پهلوی از او ما توزیع گوشت داریم به می فامیل هایی که نان ما توزیع میکنیم، اینا را ما هفته یک بار از طریق نانبایی ها فی فامیل 1 کیلو گوشت ما توزیع میکنیم. و در پهلوی از او برنامه رمضانی ما که توزیع لباس عیدی می باشه و افراد که در کنار سرک کار میکنن، کهنسال هستن و کراچیران هستن و موچی ها هستن که دمی شامل کسب و کار مختلف در کنار سرک ها می باشن. ما با اینها لباس عید خریداری کردیم و همراه با مقدار پول که دخت یک خیاط می باشه و یک دیگه لوازم عیدی ضرورت دارن برایشان توزیع میکنیم. پس انجینر صاحب معلوم میشه که در رمضان کمک هایتون بسیار زیاد هست. بله. و علل خصوص همه کارهایتان که عملی هست تا خنده ای را بله. در لبهایی که خنده را ندیدن و صبح تا به شام منتظر ازی هستن که 100-200 روپیه آیا پیدا بله. بکنن یا نکنن. بله. کارتان همی است تا خنده به لبهایشان بیاید. بله. و خودتان را شامل حال دهه سوم ماه مبارک رمضان داشته باشین. بله. و مسئولیتتان میدانین که تا چگونه دستگیر باشین بله. و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در وجودتان عملی بسازین و وسیله شوین
تا به هم نوعتان کمک کرده باشید. بله همونطور. و همچنان یک برنامه رمضانی که داریم توزیع افطاری می باشه که ما روزانه با دارالایتام ها، مساجد و از طریق موتر به افراد که دست کنار جاده ها می باشن روزانه 1.5 پارسل ما غذا توزیع میکنیم. الحمدلله. در وجودتان برکت، در کارتان برکت، در عملتان برکت. عزیزان بیننده، ما شما هم لحظه لحظه میرسیم به وقتی بسیار زیبا و خوبی که همانا دست خود را به طرف الله بالا میکنیم. وقتی اذان هست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام، امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین. در ادامه سلسله گزارشات ما از خانواده های نیازمند امروز خواستیم بیایم به خانواده سر بزنیم که متاسفانه در شرایط خیلی بد اقتصادی به سر میبرن و نیازمند کمک است. داخل میریم و صحبت های بیشتر با خودشان داشته باشیم. هموطنان عزیز دوباره خوش آمدین. در کنار مادر جان هستیم و صحبت های بیشتر با این داشته باشیم. سلام مادر جان، صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر باشین. مادر جان، از مشکلات زندگی بر ما بیشتر قصه کن. مشکلات زندگی بسیار سخت است. کارگر که نباشه، بسیار نداشته باشین، بسیار سخت. کارگر ندارین؟ در فامیل چند نفر هستین؟ 5 تا هستین. پدر اولادای شما چی کار میکنن مادر جان؟ فوت کردن، خدا بیامرزشون. خرج خانه چگونه است مادر جان؟ خانه میشه دیگه، کسی کمک میکنه، خودم کار میکنم. کار میکنی؟ چی کار میکنی مادر جان؟ بیرون کاربار میکنم. این خانه که در زندگی میکنین آیا کرایی است یا از خودتان است؟ خانه کرایی است. کرایی است. چند کرایه میتین؟ 2000. حالا که در ماه مبارک رمضان هستیم در سحری چی آماده میکنین؟ با چی افطار میکنین؟ تیر میشه مثلا تا تکنون پیدا میشه. بخیر باشین مادر جان. حالا که در فصل زمستان قرار داریم و ما که می آمدم اینجا بسیار شمال و سرما هم است این طرف خانه شما، زمستان های چیزی بخاطر سوختاندن داشتین؟ هیچ چیز هم نداشتیم. نداشتین؟ آقا یک کارتن مرتن از دکانو میاردن در میدن. همین دقیقه هموطنان خود از این کمره میبینم مادر جان. صحبت گفتنی تو چی است برشان؟ یک کمک و همکاری بتونیم. بخیر باشین. کمک همکاری بکنیم. بخیر باشین. بیننده‌های عزیز، شما صحبت‌های مادر جان شنیدین. واقعا زندگی پرچالش و سخت را گذرانده. همانا که پیامبر مکرم اسلام میگه بهترین شما کسانی است که دست کمک و همکاری دراز بکنن. شما خیلی محترم که میخواین به مادر جان کمک بکنین، میتونین با شماره تماس که همین اکنون زیر اسکرین های تلویزیونتون ظاهر میشه به تماس شوین و اینا را کمک و همکاری بکنین. ادامه برنامه فطر بینده باشین. ما مادر جان داخل استیج میخوایم و کمک و همدلی که برای اینا در نظر گرفته شده برشان تقدیم میکنیم. تا گزارش بعد شما را به خداوند لایزال پاک میسپارم. وقت روزگار شما خوش. خوش آمدید به ادامه برنامه. تشکر میکنیم از علی جان که بسته تصویری خانواده را ثبت کرده بودند و به دست نشر سپرده شد. همه ما شما خانواده را دیدیم که در چه حالتی قرار داشتند و چگونه زندگی خود را به پیش می بردند. ای کاش همه ما و شما قسمی که انجینر صاحب روی بنیاد خیری خود صحبتایی داشتن و کمکایی داشتن، همه دست به دست هم بتیم تا چنین بنیادها را کمک های مالی بکنیم و اینها به مستحقش کمک های خود را داشته باشند. انجینر صاحب موضوعات بسیار خوبی را اشاره کردین که شما در این بخش ها فعالیت های دارید و علل خصوص در ماه مبارک رمضان توزیع غذا گفتین، توزیع قرص های نان خوش گفتین که داشتین و همچنان لباس گفتین که پیسه خیاطیش میدین تا او لباس برای خود برای عید خود جور بکنه و تهیه و ترتیب بده. دیگه هم از شما میشنویم که در آینده بخیر میخواین چی فعالیت‌های دیگه‌ای را داشته باشین، بعد از رمضان بخیر چی فعالیت‌هایی را داشته باشین و دست مردم را بگیرین. ما
قبلا گفتم که 4 فعالیت انشالله فعلا خب ما زیادتر مصروفیم به پروگرام‌های برنامه‌های رمضانی خود هستیم. انشالله بعد از رمضان ما دوباره به 4 فعالیت اساسی خود برمیگردیم که خدمات زیادتر داشته باشیم و دو بخش یکی کس ایجاد تجارت‌های کوچک است که زیادتر مردم حمایتش میکنن و زیادتر مردم خوش هستن که ما در اون بخش فعالیت داشته باشیم. او قسم است که ما افراد بی بضاعت یا همین فامیلایی را که ما سر بیداریم اگه این طفلای از اینها را شامل کورس‌های حرفوی میسازیم. بسیار خوب. وقتی که اینها حرفه را آموزش میبینه با اینها اما تمام لوازم که به حرفه خود به کسب و کار خود ضرورت داشته باشن خریداری میکنیم تا اینها ما یک خودشون سر پای خود بعد استاد شوند. پای خود استاد شوند. چون امو یک مقوله ما شما داریم که از مایه دادن که مایه گرفتن یاد بتیم خوبتر است. بله. همون خاطر ما کوشش میکنیم تا اینها خودشون یک کسب یاد بگیرن و فامیل خود حمایت داشته باشن و دیگه باعث نشن که دست خود به کسی دراز کنن. بسیار زیبا. بخیر باشید. بسیار زیبا. عزیزان بیننده تشکر میکنیم از عزیزی بانک که یک بسته غذایی را مد نظر گرفتن به فامیل و همچنان تشکر میکنیم از بنیاد خیریه نوید بشیر نوید که بسته غذایی را مد نظر گرفتن و از مستحقی که آمدن از مادر جان هم خواهش میکنیم که بیاین اینجا انجینر صاحب ایره ما به شما تسلیم میکنم و چیزی که شما مد نظر گرفتین ایره یکجا کرده و به مادر جان تسلیم بکنید. بیاین مادر جان بفرمایید. بفرمایید. مادر جان یک اندازه پول نقد است و کم ما و کرم شما انشالله ما دائم با شما همکار هستیم و همچنان انشالله ما معلومات شما را از فامیل از رسانه میگیریم با شما با تماس میشیم. یک کمک هایی که رمضانی که ما داریم انشالله از همش شما مستفید میشیم. بخیر باشید مادر. تشکر مادر جان. بخیر باشید. بفرمایید. انجینر صاحب تشکر از شما هم. زنده باشید. واقعا کارهای بزرگ را انجام میتین. بخیر باشید. ما گهگاهی که با جوانای مثل خودت روبرو میشم با فعالیت‌هایشان با کارهایشان با مسئولیت‌های بزرگی را که انجام میتن واقعا بسیار خرسند میشم بسیار خوش میشم که الحمدلله جوانای ما داریم که بخیر ان شاء الله کشور را بسازن. انجینر صاحب چند لحظه کوتاهی داریم با خودتان اگر ناگفتنی مانده باشد میشنویم و کامره تلویزیونی یک و برنامه فطر در خدمت شماست. بخیر باشین. بازم ما بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را دعوت نمودین و با ما وقت دادین و پیام امیز قبلا هم گفتم با تمام تجار صاحبا، حاجی صاحبا و افراد خیر چی در داخل کشور هستند چی در داخل خارج از کشور هستند بیاین دست به دست هم بتیم کشور خود ما آباد کنیم و باعث شویم امی هموطنان عزیز ما به بضاعت که هستند اینها لبایشان لبخند بیاین. واقعا امی کمک که ما با یک فقیر میکنیم بسیار خوش میشن و بسیار یک احساس خوبتر دارن. بیاین شما از ما حمایت نمایید ما ان شاء الله کمک های شما را به مستفیدینش میرسانیم. بخیر باشید. زنده باشید. تشکر میکنیم از انجینر گل آقا شیرزاد مسئول بنیاد خیریه پیشتاز که دعوت ما را پذیرفتند. زنده باشید. تشکر میکنیم از اپلیکیشن پولم هم که برنامه ما را اسپانسر کردن و برنامه ما را به دست نشر میسپارن. همکاران ما میگن که لحظات پایانی برنامه هست. ناگزیر از حضور شما ایزان هم مرخص شویم تا برنامه بعد. بدرود.